بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، آخری آیات سوره مبارکه توبه تلاوت شده و این سوره مبارکه توبه سوره است که در آن از جهاد صحبت شده خیلی و هم منافقین الله تعالی که در جنگ تبوک خصوصا برملا شد نفاقشون، الله تعالی خیلی در رابطه و منافقان و هم کفار در این صورت بسیار صحبت کرده و بسیار مسائل الله تعالی واضح و روشن کرده، صورت واضح و روشن بیان کرده و این آخری آیات سوره مبارکه توبه هستند. و در این آیات الله تعالی اولی آیاتش در رابطه با کفار هست و الله تعالی به آن حضرت صلی الله علیه وسلم سیاست کاری دادن اینجا و راهنمایی کردن که جهاد با چه کسانی شما اول باید انجام بدید. اینجا بنده آرایش مختصری دارم در رابطه با مسئله جهاد که دو تا نظر در جهان اسلام وجود داره. یک نظر همینه که تمام جنگ های آن حضرت دفاعی بوده، آن حضرت آغازگر جنگ نبوده و جنگ های آن حضرت تهاجمی نبودن، بلکه تمام جنگ ها دفاعی هست. و یک نظرانه که نه آن حضرت جنگ های آن حضرت هم دفاعی بوده و بعض جا جنگ های آن حضرت تهاجمی بوده و این نظر هم وجود داره. او کسانی که میگن همه جهادهای آن حضرت تهاجمی بوده، اونها هم دلایلشون هم مطرح میکنن که در خود همین سوره ابتدای این سوره هست که الله تعالی میفرماید که شما و در سوره مبارکه حج آمده که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چون مسلمانان مظلوم واقع شدن و جنگ اول با اونها بوده و لحظه اونا را الله حق دفاع داده و حق جنگیدن داده است. و اونها استدلالشون حتی میگه جنگ بدر هم جنگ دفاعی بوده، برای اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم اطلاع حاصل کردن که کاروان ابو سفیان یه بخش از درآمدش علیه مسلمانان هزینه میشه و لحظه آن حضرت صلی الله علیه وسلم که جلوی این کاروان میخواستن بگیرن، روی همون بود که کاروان بزرگی بود و از لحاظ مالی تقویت میکنه مشرکین مکه را، موقعیت اونا را بالاتر میبره و یک قسمتی قرار بود از درآمد این سلاح خرید بکنن و امکانات علیه مسلمانان و روی این جلوی این کاروان خواستن بگیرن که به جنگ بدر کشیده شد. و اون چیزی که مسلم اینه که آن توجیهی که خدمت شما عرض میشه این که آن حضرت صلی الله علیه وسلم جنگ آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم در مقابل تهاجم بوده که دیگران تهاجم آوردن و هم جنگ آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مقابل تهدیدها بوده. تهدید مقابله کرده، هر کسی که تهدید حساب میرفته و میخواسته که آینده بالاخره تهدیدی بوده برای مسلمانان، تهدید هم تحمل نکردن
و کسی که تن به عدالت نداده و دست به فساد زده و منطق گفتمان نداشته، منطق مذاکره نداشته، خوی تکبری داشته، خوی استکباری داشته، توی این جنگ ها مواردی میرسه که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر علیه اینها جهاد کرده، جایی که ظلم بوده، فساد بوده، با فساد و ظلم مقابله کرده. ولی یک چیزی که با کفر مقابله نبوده که کفر علیه کفر شمشیر بکشن، این نبوده توی بررسی که بکنید. چرا که فرموده و این جنه للسلم فجنه لها، اگر این گرایش پیدا بکنن، تمایل به صلح، شما صلح بکنید. شما با که صلح بکنید؟ با مشرکین، با کفار شما صلح بکنید. معلوم میشه که اگر با کفر جنگه، پس از اینکه اینها تمایل به صلح نشان دادن، چرا آن از صلح کرده؟ با مشرکین مکه صلح کرده و نه بت عبادت میکرد و با یهودان مدینه صلح کردن. بت پرستان توی مدینه منوره بت پرست زندگی میکرد، چون عربها بت عبادت میکردن بخشه و غیر اهل کتاب. اهل کتاب به هر حال اونا اهل کتاب بودن، مسلمان نبودن، چون دین اونها منسوخ شده بود و اونها هم با خدا شریک می گرفتن. ولی آن حضرت با اونها مصالحه کرد و کنار آن حضرت زندگی کرد. از اینجا ما نتیجه میگیریم که دین اسلام دین صلح، دین جنگ نیست و دین گفتمان، دین مذاکره، دین مسالمت زیستیه. و بله، در مقابل کسانی که جنگ میکنن، در مقابل کسانی که خوی تکبری دارن، در مقابل که منطق مسالمت زیستی را ندارن، خوی تکبری دارن، جهاد با این هاست. و اون چه که اصل مقصد روح در این بحث اینه که اصل اینه که الله تعالی مقصدش اینه که حق واضح بشه و روشن بشه. بعد از اینکه حق واضح روشن شد، اسلام اجباری نیست. آن حضرت یک نفری را هم مجبور به دین نکردن. مسلمان یک نفر هم نگفته که تو به زور مسلمان باز. بله، اسلام بود یا تسلیم بود. و بالاخره هر کسی که مسلمان شده با اختیار اسلام، باید مردم با اختیار خود قبول بکنن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد قد تبین الرشد من الغی. الله بگه اجبار در دین نیست، یعنی هیچ کسی حق نداره کسی را مجبور بکنه به دین و هیچ کسی این تصور نکنه که من مجبورم، من مسلمان اگر نشم نمیتونم زندگی بکنم. نه، بس کاری کسی نداره، مالاش، جاناش. و وقتی که حق واضح بشه، روشن بشه، فمن شاء فلیک مؤمن یؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواد مؤمن بشه، کسی میخواد کافر بشه، ضرر خودشه. و الله تعالی میگه برای کافران جهنم آماده کرده است. روی این است که امروز بسیاری هستند که از قرآن متاسفانه برداشت اشتباه میکنند. یعنی همه آیات باید در نظر بگیریم، نه یک آیات را. و این قرآن یک دیگر را تفسیر میکنه، قرآن یک دیگر را روشن میکنه. و مهمترین تفسیر قرآن عظیم الشان زندگی آن حضرت، سیره آن حضرت هست. ما ببینید حضرت چگونه رفتار کرده، رفتار آن حضرت و سیره آن حضرت بهترین تفسیر برای آیت. اگر ما سیره را در نظر نگیریم توی تفسیر قرآن ممکن اشتباه بریم. و اگر ما خود قرآن هم در نظر نگیریم، هم در تفسیر قرآن اشتباه میگیریم. و لحاظا ببینید که حضرت قرآن چگونه تفسیر کرده. اینایی که میگن به سنت نیاز نیست، خیلی اشتباهی، خیلی گمراهی بزرگی است که اگر ما حدیث انکار کنیم و سیره آن حضرت انکار کنیم و سیره آن حضرت را نادیده بگیریم، قرآن هم کما حقو نمیفهمیم. و لحاظا این آن حضرت در مکه مکرمه
جهاد نبود و جهاد در مدینه منور ایداد رسول الله بله مشکل ده بله در جهاد در مدینه بعضی خیال میکنن که آقا در مکه که جهاد نبوده بعد جهاد بر حسب شرایط اینجا شرایط جهاد مهیا شد توی مکه شرایط جهاد مهیا نبود هر جای در دنیا که شرایط جهاد نباشه و زندگی مثل زندگی مکه بشه بر اون مردم جهاد نیست اونجا جهاد نیست جهاد جایی است که شرایط مدنی باشه مسلمانان قدرتی داشته باشن قوتی داشته باشن پناهگاهی داشته باشن و توجه داشته که دنیای اسبابه و لحاظا اسباب باید در نظر بگیریم و لحاظا این سیر تدریجی در اسلام که شروع شده تا ابتدا تا آخر اینها همه درسن و اینها همه برای ما آموزشن و همه راهنماییه که الله تعالی در دین اسلام قرار داده دین اسلام دین تدریجیه و یهودی در تورات الله یک بار نازل کرد در یک مجلس تورات نازل شد ولی قرآن هر چی که اصرار کرده مشرکین که لولا نزل علیه القرآن جملتا واحده الله قبول نکرد که قرآن یک نازل کنه حکمت بزرگی در این بود که قرآن به تدریج بیاد همینطور عمل بشه عملش آسان بشه همینطور مردم قرآن آهسته آهسته بفهمن آهسته آهسته قرآن حفظ کنن بر قرآن عمل بکنن اینجا ما مشکل کمتر داشتیم در سیر تدریجیه که دین اسلام اختیار کرد و توی تمام این مسائل برای ما درس موجوده و آموزش موجوده اینجا الله تعالی راهنمایی کرده که یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من ایا مؤمنان شما بجنگید با کسانی که نزدیک شما از کفارا شما نزدیکتون بجنگید اینن همین سیاستی که قرآن راهنمایی کرد آن حضرت صلی الله علیه وسلم همین پیگیری کردن و ابتدا خیبر بود که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فتح خیبر بعد از اینکه برگشتن و اهل خیبر شیطنت میکردن و بزرگترین دشمن مسلمانان اهل خیبر بودن بسیاری از این جنگ ها را همه یهودی ها سامان میدادن و این یهودی ها بزرگترین خطر برای مسلمانان بودن لحاظا خیبر فتح کردن که بزرگترین مرکز یهودی ها بود و بعد از او بزرگترین جایی که پرچم جنگ را علیه مسلمانان در دست داشت و مکه مکرمه بود و مشرکین مکه بودن که با صلح 10 ساله این خطر برطرف شد ولی بعد این خیانت کرد وقتی که خیانت کردن بر صلح و به همپیمانان آن حضرت تهاجمی انجام گرفت و خیانت انجام گرفت و اونها آن حضرت را صدا کردند و فریاد زدند که مظلوم واقع شده و این همپیمانان توی مصالحه بودن تو قرارداد بودن همپیمانان مکه با اونها مسلمانان خیانت نکنند همپیمانان مسلمانان مشرکین نکنند دیگه آن حضرت آمادگی برای جنگ مکه مکرمه را فتح کرد طائف فتح شد و تا آنجا رسید که کل جزیره العرب به اسلام در آمد بعضیش جنگ بود بعضی بدون جنگ قبایل آمدن مشرف به اسلام شدن و لحاظا جایی رسید که یلونکم من الکفار مثلا روم بشه و ایران بشه و آن حضرت صلی الله علیه وسلم وقت وفات کردن و به لقاء الله پیوستن و همین نقشه جنگی که اینجا الله تعالی داده صحابه کرام بود ولی در حیات طیبه آن حضرت رومی ها آمدن به مرز و هرقل لشکر کشی کرد و آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مقابل اونها رفتن وقتی که آن حضرت رفتن به تبوک توقف کردن به شام داخل نشدن اونها عقب نشینی کرد وقتی که شنیدن مسلمان هم بیاید آن حضرت اونجا توقف نسبتا طولانی داشت و یعنی چندین روز بود و کل همون منطقه تبوک همه تسلیم آن حضرت شد ولهذا مرز اسلام تبوک قرار گرفت
و اینجا این قبایل عجب این که خود اونها را نظرت منطقه اونها را به دست خود اونها داده، گفت شما خود این منطقه را کنترل کنید و شما این منطقه را اداره کنید و به دست اونها گذاشتن و هیچ جایی را کافری را گردن نزدن برای اینکه اگر تو کافری و تو مسلمان نیستی. یک برداشت غلط از قرآن و برداشت اشتباه از دین اسلام که اسلام به زور بوده. بعد قدیما گفت بگو لا اله الا الله، اگر گردن تو را میزنیم بازی نبودن سر تو را میبریم. بابا لا اله الا الله اجباری نیست، بالاخره کسی که با شما میجنگه بجنگه، اگر مسلمان شد ویلش کن، ولی اگر تسلیم شدم ویلش کن، ولی اگر با شما نمیجنگه برای اینکه غیر مسلمان حق نداره به مال او تعرض کنه، به جان او تعرض بکنه. امروز یک تبلیغات منفی علیه اسلام انجام میگیره روی یک تفکرات غلط و همین تندروی و افراطگرایی متاسفانه به مسلمانان خیلی ضربه زده و برداشت‌های غلط به وجود آورده است در میان غیر مسلمانان و بسیاری را بدبین کرده. و الا نه، مسلمانان راحت میتوانند با غیر مسلمانان زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، تعامل داشته باشند، تجارت بکنند، سیاست، روابط سیاسی برقرار کنند، روابط تجاری، اقتصادی، فرهنگی، تعلیم، صنعت، تکنولوژی، این همش. قاتل الذین یلونکم من الکفار، بجنگی با کسانی که نزدیکند از شما کفار. این حکمت موجوده. شما اطرافتون صاف کنید، تهدید از اطرافتون دور کنید. و مسلمانان اگر به جنگ تبوک رفتن، اگر اطرافشون اطمینان نداشتن نمیتوانستن برن به جنگ تبوک. رومی ها میخواستن مدینه منوره حمله بکنن، اما 700 کیلومتر مسلمانان رفتن در مقابل رومی ها. اطمینان داشتن که مکه حالا فتح، اهل مکه حمله نخواهند کرد، خیبر به دست مسلمانان، طائف، قبایل عرب همه تسلیم شدند، مسلمان شدند و حالا خطری از اطراف ندارد. و الا اگر خطر اطراف باشه دور آدم نمیتونه بره. اونجا لشکر کشی که من از پشت حمله میکنن. ولی یجدو فیکم غلظه. و دومین نکته اینه که این اولین نکته همینه که اطرافتون بجنگید و تهدیدهای اطراف را از بین ببرید. دومی موجود کنید شما در میان خودتون غلظه، یعنی سخت خوب باشید، تندخویی و شدید باشید در مقابل دشمنان. مسلمانان چون با ملتی هستند که نرم خویی دارن، نرم دلی دارن و اخلاق دارن و الله تعالی می فرمایند از این اخلاق حسنه و از نرم دلی و نرم خویی در مقابل کفار استفاده نکنید که نه بر سر شما جرأت میکنند. و لحاظا با اینها غلاظه شداد باشید تا بترسن. و این با کفار دو تا اینجا مطلب الله میگه. یک میگه که با اونها بجنگید که اطرافتون هستن، هر با تهدید و خوی استکباری و شر و فساد مقابله کنید با کفار و طبیعتتون هم درست کنید. با منافقین جنگ نیست، با منافقین یک چیزی تنها که جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. این واغلظ علیهم به منافقین باید هم کفار هر دو تا میتونه برگرده، هم با قرآن کفار شما شدید باشید و هم با منافقین طبیعتتون تند باشید. چرا که اگر با منافقین خویتون نرم باشه شما را میخورند اینها و بالاخره اینها باید از شما بهراسند، باید حساب ببرند، باید بترسند که ضرر به شما وارد نکنند و نرسند. ولی با منافقین جنگ نبود و تا آخر منافقین کنار آن حضرت بودند و اینجا هم قصه شون می آید. و اذا ما انزلت سورة، ببخشید،
واعلموا ان الله مع المتقین و بدانید که معیت الله تعالی، نصرت الله، کمک الله، مدد الله با پرهیزگاران. و اینجا اصول بزرگی را الله تعالی بیان کرده. فیروزی با متقین، الله با پرهیزگاران. ان الله مع المتقین اینجا فرموده، ان الله مع الصابرین آمده و الله با صابران. ببینید قرآن هم میگه یک چیزی که جستجو بکنه که معیت خدا با چه کسانی و اینها را باید جمع کرد. ان الله با صابران، الله با متقین. اینجا میگن میفرماید الله با محسنین نیکوکاران هست. و ببینید که خدا با چه کسی هست و لحاظا این باید این زمینه را در خودمون فراهم کنیم که معیت الله. اینجا الله میفرماید که من با متقینم، یعنی اگر شما تقوا را رعایت کردید، پرهیزگاری را رعایت کردید، پایبند حدود شرعی شدید، پایبند قانون پروردگار شدید، خدا با شما است. وقتی که خدا با شما باشه کسی نمیتونه شما را شکست داد. هر جا شما شکست خوردید بیایید به سراغ این آیه که اینجا الله میفرمان با متقینم چه چیزی را شما از تقوا گذاشتید. در بدر مسلمانان فیروز شدند، چرا که مسلمانان همه بر صفت متقین بودند. اما در احد شکست متوجه شد. شکست مسلمان چرا که یک عده بالاخره از تقوا عدول کرد. آن حضرت عده را به یک سر تپه استراتژی قرار داده، گفته این تپه را ویل نکنه. و وقتی که در وهله اول شکست خوردن مشرکین و کفار در احد، این 40 نفر از 50 نفر ویل کرد تپه را و گفت که جنگ تمام شده. ما چرا؟ گفت حضرت توصیه کرده که با شکست خوردیم هم ویل نکنید تپه را، فیروز شده هم ویل نکنید. گفتم بابا این حرفا چیه؟ جنگ تمام شده است. این 40 نفر که رفته، 40 نفر یه لشکری را شکسته، سبب شده که آن حضرت زخمی میشه، دندانهای مبارک که شهید میشه، صحابه فرار کن، تو محاصره قرار میگیره. معلوم شد که در تقوا فیروزیه. تقوا اینه که خدا و رسول نافرمانی نشن. خدا و رسول در بدر کاملا اطاعت شدن. مسلمانان 313 نفر بر 1000 نفر پیروز شد و در احد مسلمانان جمعیتشو خیلی بیشتر، ولی بالاخره تقوا را عده نادیده گرفته، اونا قصد نداشتن، اشتباه کردن و سبب شکست مسلمانان شدن. ان الله مع المتقین واعلموا ان الله بلا تتقوا و تصبروا. هم تقوا را رعایت کنید و صبر را اختیار کنید و استقامت. لا یضرکم، یک جمعی فرمود، ضرر نمیرسه کید دشمن. صبر و تقوا وقتی با هم بشه انسان کید دشمن فایده نمیرسه. صبر و تقوا که با هم بشه مدد الله تعالی میآید. و این تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم ب3,000 من الملائکه ب5,000 من الملائکه منزل. و اذا ما انزل، این بحث اینجا تمام شد و در رابطه با جهاد با کفار بود و آیه بعد در رابطه توی سوره هر دو بحثا میاره و لحظه اینجا در رابطه با منافقین الله تعالی مطالب را مطرح کرده است. و اذا ما انزل سوره فمنهم من یقول ایهکم زادتم هذه ایمانا. وقتی که سوره نازل میشه فمنهم، بعضی از این کفاران که مراد منافقین میگوین من یقول ایکم زادتم ایمانا. سوره انفال آیش اینطور بود که الله فرمود انما المؤمنون الذين و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمنین وقتی قرآن نازل میشه، آیه های خدا تلاوت میشه، ایمانش افزوده میشه و
لهذا منافقین همین حرفا در واقع سوره انفال هم و سوره توبه به هم نزدیک روی بسم الله در وسط نیامده که بسیاری معتقد یک سوره است. انفال و توبه یک سوره و لهذا اینها همین آیه سوره انفال بگیم یا توبه که فرمود ایمان اضافه میشه، منافقین تمسخر میگرفت این مسئله را که ایمان که اضافه شد. اینا هم قرآن میشنیدن میدیدن که هیچی در دل اینا افزایش نمیشه، چرا که اونجا قرآن مؤمنین گفته ایمانش اضافه، نه منافقی که کل قرآن بشنوان هم ایمانشون اضافه نمیشه. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ایمانا. وقتی که سوره نازل میشد میگفتن که چه کسی را از شما، کدوم یک را از شما اضافه کرده است این سوره از لحاظ ایمان چه کسی را افزایش داده است و به تمسخر میگرفتند که ایمان اضافه نمیشه. و فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. اما کسانی که ایمان آوردند الله تعالی می فرمایند که اونها را آیه های الهی و سورت های قرآن اضافه میکنه اونها را از لحاظ ایمان، اونها ایمانشون افزوده میشه و ایمانشون تقویت حاصل میکنه، قوت حاصل میکنه، ایمانشون نورانی میشه، میدرخشه و هم یستبشرون و اونها از نزول قرآن خوشحالن، آثار خوشحالی به چهرهشون ظاهره. وقتی قرآن نازل میشد صحابه متحول میشدن، تحول از درون و قلب و افزایش ایمان و هم چهره صحابه خوشحال بود و خوشی میکردن که سوره نازل شده. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و ماتوا وهم کافرون. اما وقتی که قرآن سوره نازل میشد مسلمان ایمانشون افزایش پیدا میکرد، خوشحال میشد. اما اونایی که در دلشون مرض کفر بود و مرض نفاق بود، بد مریضیه، بد سرطانی، بدترین مریضیه درون کفر نفاق و نفاق حتی از کفر هم بدتر که به ظاهر مسلمان و تعریف منافق هم اینه که در باطن کافر. البته نفاق عملی هم هست که در دل مؤمن ایمان داره ولی گرفتار بد عملیه و گرفتار شیوه منافقانه مثل بسیاری از مسلمانان امروز که متاسفانه توی دلشون مسلمانان اما ایمانشون ضعیفه و گرفتار شیوه نفاق شده. اینها که در دلشون مرض کفر و نفاق فزادتهم رجسا، اما اینها گندگی و پلیدی اینها را افزایش میشه. آیات قرآن که نازل می شده او دل اینها را می شورانیدی آیه و چنانچه که باران و آب اگر بر نجاست بریزه نجاست تا منتشر میکنه و بوش را بدتر میکنه. و منافقین و کفار وقتی که آیات میشنیدن به آیات کفر میکردن، آیات انکار میکردن، کفرشون افزایش پیدا میکرد و بدبویی کفرشون بیشتر میشد. اما مسلمان وقتی که آیه قرآن میشنید و ایمان میآورد ایمانش افزایش پیدا میکرد و ایمانشون میدرخشید و نور و قوه ایمانشون افزایش پیدا میکرد. باران که در لطافتش در لطافت طبعش خلاف نیست، در چی لاله روید و در شور بو مخاص سعدی رو بود در باغ لاله روید. باران طبیعتش همه جا یکیست ولی به زمین پاک و به باغ که بروید
به زمین حاصل خیز گل و لاله می روید، ولی اگر به شوره‌زار بریزه این شوره را می شورانه و شوره هم زمینی که آب سرش بریزه و شور باشه اصلا شورهش بالا می آید و خیلی بد میشه و شکل زمینم بد میشه و اگر اونجا بروید شوری می روید و خالی چیزی می روید و اینا همین طوره. جای دیگه قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، اینجا الله تعالی میگه قرآن دو تا تاثیر داره، وقتی نازل میشه شفا میاره، شفای هم جسم و هم شفای روح، هر دو تا را میتونه شامل باشه. شفاء و رحمت، رحمت میآید. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالمین خسارهشون بیشتر میکنه، چرا که ظالمین یا انکار میکنن یا نادیده میگیرن، یا اعتقاد ندارن، ایمان ندارن و ماتو، اینها فلیدیشون را میافزاید و ماتو هم کافرون، میمیرن در حالی که کافر میمیرن، یعنی ایمان نمیآورن. اینها صلاحیت ایمان، استعداد ایمان ندارن. اولا یرونا انهم یفتنون فی کل عام مرة او مرتين ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. وقت کمی و ترجمه را من سریعتر بکنم که میفرماید آیا شما نمیبینید همین منافقین که اینها همینی که گندگی و پلیدی اینها اضافه میشه و خساره اینها اضافه میشه. نمیبینید که اینها به فتنه گرفتار میشن و مورد آزمایش قرار میگیرن، هر سال یک بار یا دو بار این تصنیه برای تکرار، یعنی اینها بار حد اقلش بگی یک بار یا دو بار اینها مورد آزمایش و قرار میگیرن و به فتنه ها میافتند. این منافقین همیشه بالاخره متضرر بودن، چرا که وقت جهاد بود اینا ولم به جهاد رفتن برای اینا مشکل، عقب نشینی میکردن و بسیار جا قرآن نازل میشد آبروی اینها را میبود. شما که گفتی مسلمان همیشه میگفتن که کار ما میگفته اطاعت از حضرت رسول صلی الله علیه و قسم میخورد و اکسهم بالله جهد ایمان لئن امرتهم، گفته اگر شما امر بکنید لیخرجون، از خانهشون خارج میشن برای جهاد، قسم میخورد و اما حاضر نبود. قل لا تقسموا طاعت و معروف، الله میگه قسم نخورید، طاعت شما خودش مشخصه، شما اطاعت نمی کنید. چرا وقتی که اطاعت نمی کنید چرا قسم میخورید؟ و لحظه جهادی که میشد اینها رسوا میشدن، بعد اگر فیروزی برای مسلمانان بود اینا رسواییشون چندین برابر میشد، غمگین عزادار میشدن که مسلمانان فیروزی هست. بعد که رفتن گفتن هیچ یکی از اینا بر نمیگرده و آرزویشون همین، اما بعد که فیروز مسلمانان برگشت اینا حیران شد، سبحان الله اینها چگونه فیروز شدن. و همیشه اینها دیگه معلوم میشه که الله سر اینا مصیبت آورده، دیگه آفت آورده، بلا آورده و هر سال یک بار دو بار یا بیشتر اینها به آفت ها و مصیبت ها گرفتار بوده. این نوع انسان را الله مریضی میاره، گاهی خساره مالی میاره، گاهی خساره جانی میاره و گاهی بعضی مردم به مشکلات گیر میکنه. حالا هم مردم به مشکلات گیر میکنن و یک چیزی که در حدیث آمده و اینه که مسلمان هرگاه به مصیبت گیر بکنه متوجه میشه که من این چوب از کجا میخورم، خودش رو اصلاح میکنه و دو مرتبه راست میشه. ولی منافق تا آخر متوجه نمیشه که من این چوب از کجا میخورم. اگر ماشین تصادف بکنه یا اتفاق مالی پیش بیاید یا جانی، مسلمان میره که من چه کوتاهی کردم، از کجا من این چوب خوردم. چون قرآن فرموده و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، تمام مصیبت از دست خود شما. لازم مسلمان میگه من فلان حق فلان شخص خوردم، فلان جا ظلم کردم، این نتیجه ظلم، اینجا جای مکافات عذاب
در آخرت هست ولی مکافات اینجا هست. و شاعر که گفته که تو از دیر مکافات غافل مباش که دنیا در کسی را سیلی ناحق زدید منتظر باش که سیلی به تو بخوره، به کسی ظلم کردید منتظر باش که به تو ظلم بشه. و اگر شما تقوا را رعایت کردید که اینجا خدا میفرماید شما بیمه هستید، هیچ آفتی به شما برخورد نمیکنه. لحظه منافق متوجه نمیشه که این کتک من از کجا میخواد، چرا من رسوا شدم، چرا آبروام رفت، چرا ضرر مالی و جانی کرد. ولی مومن نه، مومن تب بیفته سر اختخاب استغفار و توبه نگاه میکنه که از کجای، اگر متوجه نشه توبه کلی میکنه. اگر پایتون لغزید استغفار کن. کمترین پریشانی بچه مریض شد استغفار، علاج تمام این مشکلات استغفار و توبه. این حدیث آمده توی مطلب. اگر تجارتتون سود نداره، اگر کارتون خوب نمیگیره، اگر ازدواج کردید فرزند ندارید، استغفار علاج، استغفار به کثرت بکنید، علاج تمام بمبسته استغفار. ثم لا یتوبون، اینا گرفتار میشن. من اینجا این نکته را خوب توجه کنید. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نه توبه میکنن و نه پند میگیرن. اینجا الله به ما درس میگه که در هر آفت و مصیبت دو چیز باید شما داشته باشید: یک توبه بکنید، دو پند بگیرید. پند بگیرید و نصیحت حاصل کنید. این خیلی منافقین نه پند میگیرن نه توبه میکنن، مصائب بالای مصائب سرشون میآید. ولی مؤمن اینطور نیست. متاسفانه مؤمن امروز متوجه این مسائل نیست. ولهذا میگه که خودش را نیک میدانه، خودش را صالح، خودش را کسی را من گفتن که تو دعوتش دادم که تو مسجد بیا نماز بخون و توی خیابان دیدم، حالا من یادم نیست بکنم، گفت تو مدرسه را کمک کن. گفت که من همه چیز از دست دادم، تمام سرمایه من رفته. من گفتم که شما همین گفت که استغفار، توبه، نماز. گفت نه من هیچ مقصر نیستم، علیه بالله این نقل کفر نباشه. گفت خدا مقصره. و همین حاجی و برشده یه آدمی که ما فکر میکرد آدمی صالحه، گفت من مقصر نیستم، من به فقرا کمک کردم، من به مساکین کمک کردم، کورداری بود، من اجر دادم فلان جا، من هیچ تقصیری ندارم، خدا من ناحق گرفته. و بالاخره گفت که آدم نفهمم، بالاخره خدا را مقصر کرده. تو اون جنایتت را که کردی او را نمیدانی که چه گناهی کردی، باری اجر دادی، جایی یک کسی را کمک کردی، همون در ذهن تویه. ولی او کثافتکاری های دیگری که انجام داده من نگفتم و این حرفا، ولی بالاخره او را متوجه نیست، میگه من هیچ تقصیری ندارم. و این نفاق، همین خودش نفاق و جهل و نادانی. منافقه همینطوری جاهل بودن و نفهم بودن، هیچی نمیفهمیدن، هر رو بر سرشون نمیشون. و اذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد. اونجا گفت که سوره که نازل میشد در رابطه با منافقین، گفته که سوره چه کسی ایمانش را اضافه کرده، یعنی گفته این سوره ایمان اضافه را میکنه، هلکی. و اینجا میگفتن که وقت سوره نازل میشد و مخصوص تویش تذکره منافقان بود، اینا میدونن که این سوره چه میگه. و لحظه اینجا یکی به دیگر نگاه میکردند و میگفتن هل یراکم من احد، آیا دیده شما را کسی، هیچ کسی شما را نگاهی کرده یا نه؟ و چون میدونسته که سوره ما را میگه منافقین، و شما را کسی که نگاه نکرد. همین چند سال قبل من یک جای صحبتی در رابطه با احتیاط بود، من دیدم که بعضی امریکن به بعضی نشستن و به همین ها نگاه میکنند و میخندند، که یعنی گفته که کسانی که از نزدیکانشون بودند و گرفتار دام احتیاط بودند.
بله حالا منافقان میگفته که سوره که نازل شده ببینید کسی شما را نگاهی میکنه و ثم انصرفوا بالاخره بعد حاصل این که سوره نازل شد همین میترسیده که به مردم میدونن که منافقین ماییم این سوره داره با ما صحبت میکنه و بعد بلند میشدن و خوشحال بوده که کسی اینا را نگاه نکنه عیبشون پوشیده بمانه بربلا نشن آبرویشون نره ثم انصرفوا بعد بلند میشدن میرفت از مجلس بالاخره انصراف میداد از شنیدن قرآن از شنیدن سوره های قرآن از مجلس آن حضرت صلی الله علیه وسلم صرف الله قلوبهم الله دلهای اونا را میگردانه دل اینها دیگه به سوی اسلام دین اسلام به حق به قرآن عظیم شامل نمی کرد بلکه دل اینها به همون باطل کفر به کفر سختتر می شد و باطلشون شدیدتر می شد و عقده پیدا می کرد عقده داشتن کینه داشتن تکبر داشتن به انهم قوم لا یفقهون چرا که اینا قومی هستن که نفهم عجیبه که قرآن عظیم الشان در رابطه با منافقین نه منافقین ست لقب داده لا یفقهون تو سوره منافقین هم هست لا یعقلون جایی میگن لا یعلمون عقل نداره منافق نفاق عقل میبره چرا که نفاق سر تا پا ضرری برای انسانه عقل از بین میره و فهم از بین میره و دیگه نمیدانه و انسان بی دانش میشه و بی علم میشه و جاهل میشه و نفاق این آثار منفی در وجود انسان هر کسی گرفتار نفاق شد او گرفتار نفهمی بی دانشی بی علمی و بی تشخیص نمیده بی معرفت میشه و هم بی عقل میشه و این تاثیر منفی نفاق لکن اگر اینا فهم و درک داشتن بالاخره با این صورت برخورد نمیکرد هم دنیایشون را تباه کنه و هم آخرتشون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه اللہ تعالی پایان سوره زیبای توبه می فرماید که احسان خودش را بیان میکنه که چه شخصیتی به سوی شما فرستاده است و این بعضی میگه آخری آیه قرآن ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه معتقده که این از آخری آیه های قرآن عظیم الشان نازل شده و آیه بسیار فضیلت داره لقد جاءكم رسول من انفسكم البته به تحقیق که آمده است به سوی شما پیامبری از خودتون اینجا من انفسکم جای منکم آمده منهم از خود همین مرتبه لذا الله تعالی به جای این که فرشته را به سوی ما بفرسته انسانی را از خود ما فرستاده به جایی که بیگانه را الله تعالی پیامبر بکنند به مکه و مدینه بفرستند به اولین مخاطبان قرآن کسی را از خودشون فرستاد که پدرشون را میدانستند آبا و اجدادشون را میدانستند از بهترین نسب از بهترین فامیل و از اصیلترین فامیل الله تعالی پیامبر فرستاد که همه میشناخت اگر ناشناسی بیاد و بگه پیغمبره بگن که خدا بدن مسافره این هیچ کسی نمیشناسه بریم بررسی کنیم بریم تحقیق کنیم اینجا تحقیق نیاز نبود عزیز علیه ما عنتم سختی بر این پیغمبر آنچه که شما را بر شما دشوار بگذاره بر شما سخت بگذاره شما را خسته کنه عزیز به معنی توانمنده صفات الله عزیزه قدرتمنده ولی وقتی که عزیز و سلاحش علا بیاید این وقت معنی میشه سخت میشه دشوار میشه عزیزون علی یعنی دشواری بر سر او سخت بر سر او ما عنتم آنچه که صحابه را خسته بکنه
یعنی ضررهای مالی صحابه، یعنی ضررهای جهانی صحابه و خدا نیاره ضرر دینی. بالاخره اینها چیزی که متضرر میکرد صحابه را برآمده بسیار سخت. از بس که شفیع، از بس اینجا الله تعالی صفات رهبر را بیان کرده است که رهبر باید چه کسی باشه. رهبر بهترینه که از خود انسان باشه، مسئول از خود باشه بهتره. و ما هم یک عقیده من همینه که مسئولین هر منطقه از خودشون باشه، همینطور که نماینده هر قوم از خود قوم باشه. اما مسئولین اگر از خود باشن شناخت مردم بهتره، مردم رو میشناسن، او مردم رو میشناسه، بعد مردم که بشناسه مشکلات مردم رو میشناسه که نه چه مشکل توی منطقه موجوده. و آن حضرت صلی الله علیه و سلم از خود اون مردم بودن. دومی اینه که عزیزون علیه ما عنتم، انقدر شفیق و مهربان باشه که مشکلات مردم بر سرش گران باشه و سخت باشه، مشکلات مردم را تحمل نکنه، برداشت نکنه، انقدر مهربان به مردم باشه. حریص علیکم، بر سر شما حریصه، یعنی خیر دنیا و آخرت را برای شما میخواد. برای خود آن حضرت حریص نبوده، ولی حریص بر صحابه بوده که اینها خیرشون برسه، دنیایشون خوب باشه، شکمشون سیر باشه، مشغله کاری پیدا بکنن، مشغول باشن و هم خیر دنیا و هم خیر آخرت. و حریص علیکم، حریص بودن بر منفعت صحابه کرام رضوان الله، منفعت دین دنیا. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آخری صفتی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به مؤمنین رؤوف بودن، بسیار آن حضرت نرم و دارای رأفت بودن، دارای نرمی بودن و دارای ترحم بودن. خیلی آن حضرت ترحم داشتن. صحابه اگر اشتباهی می کردن، اشتباهی از دستشون می بخشیدن. و اونهایی که در احد از دستشون اشتباه شد، نه حضرت اینا را محاکمه کرد، نه اونها را مجازات کردن. در قوانین نظامی دنیا اگر کسی نافرمانی بکنه به دارش آوازا میکنه، تیر باران میکنه و میگه که شما شکست دادید. آن حضرت اینها را ملامت هم نکرد. قرآن نازل شد، گفتن که از کجا ما شکست خوردیم؟ قرآن گفت شما خودتون شکست دادید، چرا شما امر رسول الله را نافرمانی کنید؟ ولی آن حضرت هیچگاه توی حدیث نیست که آن حضرت این را ملامت نگه که شما چرا تپه را ویل کرد. و دندان مبارکشون شهید شد، عموی مبارک شهید شد، 70 نفر از بهترین فرزندان و یاران شهید شد. ولی حضرت نفرمود که شما چرا؟ سبحان الله، این اخلاق کجای دنیا میتونید پیدا بکنید؟ ولی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فان تولوا، این آخری آیه بسیار زیبایی است و الله می فرماید اگر اینها روگردانی کردند، منافقین ایمان نیاوردند، کفار ایمان نیاوردند، به دشمنی و عداوتشون ادامه دادند، لحظه شما نگران نباش، بگو فقل حسبی الله. این همه نصیحت قرآن به گوش اینا نرد، این همه خیرخواهی را اینا تقبل نکردن، بگو مارا الله کافیه، حسبی الله، الله مارا بس، الله مارا کافیه. و همین آن حضرت وقتی که تهدیدی آمد در بعد از احد در حمراء الاسد، گفتند که لشکر بزرگی داره میآیه که حمله کنه. آن حضرت و صحابه می گفتند و قالوا حسبنا الله. و ابراهیم علیه السلام که به آتش میخواستم بیاندازد، ابراهیم هم کلمه را تکرار، حسبی الله و نعم الوکیل، حسبی الله، الله من کافی. فرشته وقتی که آمد که کمکی از جانب الله تعالی فریادشون رو به الله برسونند و اینجا کاری انجام بده که نیاز به شما نیست، الله منو میبینه
و الله کافی. حسبی الله و نعم الوکیل. فقل حسبی الله لا اله الا هو. هیچ معبود جز خدا نیست. من الله بس تنها معبود اوست. علیه توکلتو، من بر او توکل کردم. توکل و اعتماد من، تکیه من بر الله و الله پشتیبان منه. هو رب العرش العظیم و الله صاحب عرش بزرگ، یعنی الله مالک الملک، پادشاہ کل جہان و صاحب عرش. تمام این زمین کره خاکین در احاطه آسمان است و آسمان اول در احاطه آسمان دومه، دوم بر سومه، سوم بر چهارمه، تا 7 طبق آسمان بره. یک آسمان بالای آسمان جهان احاطه کرده. عرش الرحمن کل عالم احاطه کرده است و عرش خیلی عظیمه، خیلی وزنش سنگینه. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه. توجه کنه که زینت عرش اینجا در مقابل عدد خلقه. معلوم میشه که هیچ کسی نمیتونه عدد خلقه بشماره، همانطور هیچ کسی نمیتونه که عرش الهی را سنجش کنه که وزنش چند است. و اگر از عرش چیزی وزنی تر بود تو این تسبیح همین میامد، نام همو ذکر میشد. ولی ذکر اینجا عرش شده، معلوم میشه که بالاترین و بزرگترین عرش پروردگاره و که الله تعالی بر عرشش مستوی شده، همانطور که خودش میدانه و شایسته ذاتش است. الرحمن علی العرش استوى. الله بر عرش مستویه و فرمان روایی میکنه و تمام جهان اداره میکنه و مدیریت میکنه و چنان مدیر زیبا کسی ندیده، چه نشنیده، چنان مدیر قوی و توانمند کسی ندیده و مدیر و مدبره و لحاظا او صاحب عرش میگه. یعنی کل همه چیز در دست اوست. یعنی او بسیار عظیمه، بسیار بزرگه و من توکلم بر چنان ذاته و او پشتیبان منه. و این هر کسی 7 بار روزه بخونه انشالله در حفاظت خداست. حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. و بعضی اوقات اینا بنده که تلاوت میکنه فإن تولوا را میخوانم، فإن تولوا را نیت میکنم جمیع اعدا بالاخره جمیع اعدا فإن تولوا، لہذا فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو. هر کسی دشمنی میکنه بکنه، چرا که خدا کافیه و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. و از حسبی الله لا اله الا هو توکل 7 بار روزانه بخونید، انشاءالله شما در حفاظت کامل خدا قرار میگیرید. و خوشحال شدم که الله تعالی توفیق ده توی جلسه شرکت کردم و جا داره که واقعا منم دعای خیر کنم در حق عزیزمون جناب مفتی صاحب استاد تفسیر که این ماه رمضان ماها استراحت میکنیم و ایشون درس قرآن میده و واقعا در حق ایشون و جمیع کسانی که برای قرآن خدمت میکنن الله تعالی جزای خیر بده. ما دیگه چیزی نمیتونیم و نداریم که بیشون بده که ارزششون داشته باشه و این خدمت را، فقط دعای خیری که الله شون جزای خیر بده و این عمل الله تعالی ازشون نگیره. بهتری خدمت قرآن. همه علمای سیستان که اینجا نشستن همه را الله جزای خیر بده، علمای خوب اداره سیستان. و انشاءالله حافظ جناب حافظ عبدالرشید، جناب مولانا عبدالرحمن و جناب مولانا عظیم احمدی هستن، جان مولانا عبدالرحمن دیگه است. علماء اینجا ماشاءالله همه را باید نام ببرم و اکتفا به همین میکنم. معتمدین و ریشتفیدن خوبی داره، تحصیل کردگان، مردم سیستان مردم دوست داشتنی و مهمان نواز و مردم خوبی هست.
و برای همین خاطر ما امیدمون به سیستر زیاده که انشالله به بندگی الله کمر ببنده و بس زن و بچه و کوچک و بزرگ الله را عبادت کنه و الله را بندگی بکنه و الله تعالی توفیق بده که شما این مدارس دینی و علما را حمایت میکنید و صلی الله علیه وسلم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا الله بهترین رحمتایت را به شرافت آیات به برکت اسماء حسنای ای صاحب عرش عظیم ای پروردگاری که تو تنها معبودی لا اله الا هیچ معبود جز تو نیست. تو تنها خدایی، تو تنها معبودی، همه نیازمند محتاج تو. بهترین رحمت را بر من نازل بفرما و یا رب رحمتت را و برکاتت را بر این سرزمین سیستان نازل بفرما. یا الله اشرای رحمت، اشرای مغفرت، اشرای آزادی از گردن از آتش جهنم. ماه تو هست، رمضان ماه خدای، شهر الله، اشرای اخیر یا الله، اشرای پروردگاره، شب قدر خدای و یا الله بهترین رحمتت را بر ما و این مردم این سرزمین نازل بفرما. یا رب درهای رحمتت را باز کن و یا رب نگاه رحمت این سرزمین. یا الله تمام مشکلات دینی و دنیوی اینها را حل کن. یا الله رودخانه اینها را جاری کن. یا الله آب رفت اله العالمین، آب سودمند و نافع فراوان کن. یا الله بار دیگر و برای همیشه این دریاچه هامون زنده فرما و این مردم توفیق بندگی نه به هدایت این مردم ما و اینها بیفزا و رحمتت را بر ما و بر اینها بیفزا، خیرت را بر ما و بر اینها بیفزا و یا الله عاقبت بخیر. یا الله زحمات عزیزان ما و زحمات حافظانی که در رمضان کشیدن و قرآن تلاوت کردن، زحمات آنهایی که افطاری دادن به مردم، صدقه دادن، خیرات دادن، کمک کردن در ماه رمضان به مساکین، به مدارس، به مساجد. یا الله به بارگاه خودت مقبول بدار و بهترین رحمت ها را نازل فرما. و امروز آمدیم و هم فاتحه حاجی سردار سالار زهی و یا الله عزیزا مغفرت کن، بهترین رحمت ها. و حاج حبیب الله، درست میگم؟ حلیم، حاجی عبدالحلیم که چند روز قبل فوت کرده. یا الله به بهترین رحمت ها جای ناید. جمیع کسانی که تازگی وفات کردن و ما باید به تسلیت تک تکی عزیزان میرفتیم ولی چون فرصت نیست. یا الله برای همه دعا میکنیم اینجا که جمیع قبرستان های این سرزمین غریق رحمت کن، خصوصا اونهایی که توی رمضان فوت کردن، خصوصا اونهایی که تازه وفات کردن. یا الله تمام مریضان شفا بده. یا الله به اولادان اولاد بده. یا الله تنگ دستان روزی بده. یا الله هر کسی هر گرفتاری در گرفتاری هر برطرف کن. یا الله اختلافات حل کن و صفا و صمیمیت، محبت و همدلی، صله رحمی و قرابت حاکم بگردان، اخوت و برادری در این سرزمین حاکم بگردان. و یا این تلاوات و این مجلس و محفل یا الله قبول فرما و این زحمت عزیزان و این تفسیر به بارگاه خودت قبول بفرما. ربنا تقبل